این برفی نیست. این برفی نیست. این برفی بوده نمیتواند. این گردن بندر گردنی برفی بود. برفی دختر جانم تو در کجا بودی یلماز؟ در کجا بودی آخیر؟ چرا را حمایت نکردی؟ بس آروم شد. من در خانه نبودم. سینام بدی هجوم کرده است و بین مدت در کهدان پینان شده است. مادر جان، مادر جان، خاین‌ها، خاین‌ها. زیلال چی واقعه؟ چی واقعه زیلال؟ چی گفت شده است؟ ایستو زیلال. برفینم را کشته، بابت دخترم من فهمم چی گفت شده است؟ من از مردنم خبر دارم از این کار نه. اصلا چی واقعه شده است؟ مادر جان، من فهمونه و این دنی چی است؟ اگر دوای خونی نمیشود برفینم بکن نمیکنه و پدرسی جلوکداران نمیافتاد دخترم نمیمود. آمی و آمش شما گناهکاره، شما برفینم را کشته، شما قاطی. جلوکداران برفین را کشتن. من سنده آمی بخواهی و همش تو گناهکاری. یک چیز رو نمیفهمم. و همش تو گناهکاری. حامید قاتل، حامید ظالم، دخترم را تو کشتی قاتل. این طور نگوی، این طور نگوی. دخترت را من نکشتم. قاتلا مادر جان، بس برسی فهم خدیجه را شما بشا که او کشته با گناهی رافع و دستی تشکیلات افریده. شما دخترانی مرا به دستی زینان داده. خدا جزای شما را بدهد. دختر جانم چخله که میدانید پگاه انتخابات است. تشکیلات میخواهد نامزدی خودش را گذراند. باید از صندوق و غیر از نامزدی ما دیگر نامی نبراید. بیهوده تلاش نکن سینام. بچه آواز دادنمان را میدانیم. تهدیدهای تو فکر ما را تغییر نمیدهد.
نخواد، یعنی همینطور هم سری سردار. اکنون با من خوب گوش کنید. این گپ های من پوچ خالی نیستند. اگر از صندوق نامی آدمی ما نبراید، این ده را به خاک یکسان میکنم. همه دانستمانید. بیاید میرویم. زود باشید میرویم. رفتیم همه از اون گفته های سینانی ظالم رو شنیدید. من میدونم که شما از راه حق نمیبرایید، اما کارمان مشکل است. کاش خداوند کمکمان کند و قوتمان دهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الفاتحة. آمين. به خدا زلال نمیدانم چی طور عذر پرسم. به خدا نمیدانم چی طور عذر پرسم زلال. به خدا رویم نمی شود. هر چی گویی حق داری. به خدا شما را عذاب زیاد دادم. از نافهمی هم کردم. خدا صبر دهد پسرم. مرا ببخش پسرم. ببخش. التماس میکنم مرا ببخشید. پدرت رو تنها مگذار زینب. تو را زینب. قسمت رو میگیرم برفین. قسم میخورم که میگیرم. آن تشکیلات خائن اول آزادی امان را، بعد اولاد امان را، بعد عشقمان را از ما را بود. قاتلان تو به جزا نمیمانند.
زهرا آیشه در کجایت؟ گپ زنید چرا این کارو کردید؟ چرا پیزرم رو براندید؟ گپ زنید چی طوری خدشون با این طاقت کردید؟ با سلیمان تهمت کردید، خانه‌اش رو پرتافته گریخت، فرزندانش پریشان شدن. گپ زنید که پیزرتون شما رو عذاب نمیدید. چرا خاموشه؟ آخر برای چی این کار رو کردید؟ برای چی؟ من شوخی نمیکنم اکا، با خدا میپرانم. این کارو نکن حامد، نپرانید. پدر؟ رحم کن برا نپران. حامد شما با پیزری من رحم کردید، چرا فرزندم رو پراندید؟ پدر نپران دیدی ماست. پدر مرا سر دید گفتم. از فکر راحت شو امید نباشد این پسرت رو هم میپرانم. هردید مرا اکا علی رو هم نبوشه. اما هردید دمم جان. پدر جان رها کند مرا. پدر جان کجا میبری؟ خدایا این چه رزه؟ هردید علی خوب هستی پسرم؟ خوبم پدر. مرا سردید گفتم. من رو بپرم. گفتم بپرم. مرا سردید. زیق نشود اکا جان. لیلا بابایم سلاحی داشتن، آن در کجاست؟ بابایم سلاح استفاده نمیکردن یلماز. در صندوق یک سلاح هست. عمر اون سلاح رو چیکار میکنی یلماز؟ از تو میپرسم چیکار میکنی؟ قصاصی بر فیلم رو میگیرم. یلماز ایستو. یلماز آقای طاهر التماس کمک کنید. چی واقع دیلا؟ یلماز برای قصاص برکین را گرفتن، سلاح گرفته به نزد چینان رفت. به کدام طرف رفت؟ به طرف قزلکیه رفت.
در خانه من چی میگوی رافع خواهیم؟ التماس خاموش زلال. اگر حامد مرا یابد میکشد. خیز 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 را کرد و درون در را زخم دارم زلال. این دفت خونت رفته میمیری. پیسری برادرت را کشتی، گناه را به شوهری من بر کردی، خانه آبادم را ویران کردی، برادرم در دست بیگناه ها کلان شد. خدیجه و برفینم مردم. سببگاری همه بلاهایی به سرم آمده تو هستی. مگر تو را به حامد میدهم، خودم تو را میکشم. یلماز ایستا یلماز. مرا به حالم گذار طاهر. دیده دانسته با کام مرگ میروی یلماز؟ بله میروم. برای انتقام برفین را گرفتن با کام مرگ میروم. به برفین زندگی برایم حرام است. یلماز مگر تو فکر دلوا مرا نمیکنی؟ آنها را به سایه بگذاری. این طور شود ندارم. باش است با خود بیا. بس است با خود بیا. با خود بیا. اگر برفین همسر تو باشد خواهری من بود. خواهرم را سالهای دراز نمیدانستم و ندیده بودم، از دیدارش سیر نشده بودم. او را نو یافتم، حتی او را با آغوش نگرفتم. باید من به دستی را گرفتم بکو برایم یلماز، اما باز فکر مادرم و همسرم را میکنم. آنها را تنها گذاشته نمیتوانم. تو هم نباید دلای او مرا تنها گذاری. انتقام برفین را از سینان میگیریم. چی طور میگیریم؟ با دست و پایی بسته چی طور انتقام گرفته میتوانیم؟ با قانون، با سربازان و پلیس یک جا شده از سینان انتقاممان را میگیریم یلماز. آخر من چطور با سربازان و پلیس یک جا میشوم؟ من سابق سلاح دارم. اگر به دست افتم من میگردم طاهر. دولت نفرانی را که خودشان تسلیم میشوند عفو میکنند. آخر تو از تشکیلات روی گردانده ای، حاجتی ترسیدن نیست. پس من چیکار کنم؟ با استفاده از قانون عفو تو محافظ میشوی. این کارو نکن زلال، به من رحم کن. مگر تو به من رحم کردی؟ نپران التماس، التجا میکنم نپران. من دستانم را با خونی سیاهی تو آلوده نمی کنم. تو را به حامد می سپارم. ای زلال به نزد حامد نرو. بیا مرحمت کنی فردا مبارک شود. یعنی برای محافظ شدن راضی شدی یلماز؟ برای مال و جان آدمان را از تشکیلات حفظ کردن آماده ام قماندان. تشکر. مبارک شود. کنی تشکر آقای رئیس. قماندان این بچه ها محافظ شدن میخواهند. شناسنامه هایتان را گرفته حجت های ضروری را آماده می تشکر قماندان. هر دویتون هم با قانون عفو از جزا آزاد شده می توانید. سلامت باشید. سلامت باشید. به اینجا پارتا. من مراد از ده قرلی مادرم را تشکیلات کشت. به اینجا من باید با این تشکیلات بجنگم، دیگر راهی نیست. من هم محافظ شدن میخواهم قماندان. خوش آمده برادر، خوش آمده. پارتا.
باز این آفیزانش دردی سرم شدن. برتا الدو چرا اینقدر دیر اومدی؟ سنگوی در کجا بودی؟ چیکار کردی؟ یک خانم قیزبان، من یک آدمی سرکارم. وقتی با شما بیهوده گپ زدن رو ندارم. این چیپان خیلی با عقل است. آمدم معلمه. چیکار کردی الدو؟ همه دیه های گرد و اطراف رو گشتم. رحمتی رئیس ناحیه در همه دیه ها اعلان کرده بوده است. همه برای تحصیل فرزندانشان راضی اند. اما در دیه دره مشکلی است. آنها هیچ راضی نشدند. با رئیسش گپ زدی؟ گپ زدم. همه‌اش را فهموندم. اما آن آدم از یک رویش هیچ نمیماند. من خودم رفته با رئیس گپ میزنم. بخیر است، به کجا میروی؟ با دیه دره. آنها فرزندانشان را برای تحصیل نمیفرستانند. باید رفته با آنها صحبت کنند. زینب، احوالمان معلوم است. تو نباید خودت را در خطر گذاری. باز انتخابات می شود. سلاحداران در همه جا تقسیم شدند. با آنجا رفتن خیلی خطرناک است. راست میگویی. اما باید بچه های این دیه نیز درس خوانند. هر یک طلبه که به مکتب می آید یک شاخه تشکیلات رو می شکند. باید آنها رو به اینجا بیاریم. طاهر، راست آخر زینب، با دیه دره تنها رفتنت خیلی خطرناک است. طاهر، بیا از قماندان خواهش کنیم با زینب سربازانش را فرستد. نمی شود یلمت. به این هم مردم می ترسند. باز اگر در بلی من سربازان رو ببینم ترسشون زیاد شده، فرزندانشون رو نمی فرستند. اینطور باشد. مسلح شده خودم و معلم زینب رو به دیه دره میبریم. حالا نمیمیری. حمید در خونش نیست. به جستجوی تو برآمده است. لیلال، زخم وزنین است. پسرت رو جیغ زن، وگرنه از خون روی زیاد میمونم. ما آماده ایم. خیر مادش، رفتیم. من هم بیایم؟ نه قزبان، تویست. قزبان اینها مسلح شده به کجا میروند؟ برای دعوت به تحصیل به دیه دره. چی؟ به کجا میروند گفتی؟ به دیه دره. از آنجا برای مکتب طلبه میخواهند. دیه دره ها. دیه دره. خدا، کنی آواز دهید. آفرین، کنی بیاید تو هم آوازت را ده زودتر. اگر نامزدی ما برد نکند همتون را با صندوقچه‌تان یک جایه به زمین میگرونم. دانسته باش رئیس. چی گوید میکنیم قماندان؟ نکنید و روزتان را بینید. آن وقت دیه دره ماتم میشود. کنی بیا اینها را به صندوق بر. بیا به صندوق بر گفتم. بیا به این طرف. کنی همه با آواز دهی. کنی تو هم آواز ده. اوزون بیا میرویم. رفتیم. کنی سلاح هم را ده. معلمه، انا این کس رئیسی دیه دره هستند. روز بخیر رئیس. من زینب، معلمه دیه آبی کلان. سبب آمدنتون رو میدونم خانم معلمه. خودتون رو عذاب ندید. در این دیه کودکی به مکتب میرفتگی نیست. رئیس، شما از فشاری تشکیلات نترسید و به بی‌ثبات ماندن فرزندانتان هم اجازت ندهید. قربونتان شما، مرا به حالم گذارید. به این هم جانم به نوک بینیم آمده است. از رئیس بوی امید نیست. رفتیم. من گفته بودم که باید یکم کار کنیم. پسرک، نامت چیست؟ حسن. پدر و مادر در خونند؟ نه، با آوازی رفتن. در خونهتون یکون آدمی کلانتری هست؟ تو کیستی دخترم؟ من معلمه دیه یابی کلانم. اگر اجازت باشد با شما صحبت کردن میخواستم.
کنی زود باشید، حالا کارهایمان خیلی زیاد است. سینان چی میگویی؟ سینان مرا میشنوی سینان؟ گوش میکنم قماندان. از رئیس اوبیکلا معلومات گرفتیم دکتر و معلمه در دهه دره هستند. من هم در همین دهه‌ام قماندان. این طور باشد هر چیز زودتر آنها را نیست کن. خوب شده است قماندان، اجرا میکنم. اوزان کنی این را گیر. آماده شوید، به دهه دره میرویم برای خورسندی. زودتر برای خورسندی میرویم. زودتر باشید. هیچ روزی خوش را ندیدیم دخترم. چند وقت می شود که کم بغلی میانمان را شکسته است. باز این ظالمان ما را غارت کردند. البته می خواهیم که فرزندانمان خوانند، مثل ما بی سواد نمانند. خدا از شما راضی باشد. به خانه امان آمدید، پسرمان را خواندن می خواهید، اما آخر یک شما نیستید. آدمانی زیاد می آید. یعنی چی طور؟ باز کی اومده بود؟ به خدا من هم کی بودنشان را نمیدانم. مثل غارتگران به خانه آدمان در آمده مال و اموالشان را به خود گرفته می روند. اگر سدی راهشان شویم جنجال را می بردارند. باز بعد یک گروه دیگرش می آید. اگر به اینها یگان چیز ندهید خانه و درتون را می سوزانی می گوید. در بین راه مانده اید. اگر به آنها نگوییم می کشند. اگر راضی شویم باز هم عاقبتمان مرگ است. چیکار کردنمان را نمی دانیم. خاله جان، ما از شما چیزی طلب نمی کنیم. به شما و فرزندانتون ضرر نمی رسانیم. ما تنها می خواهیم که حسن به مکتب رود. البته اگر شما اجازه دهید. میدانم. خدا راضی باشد. چهرت پر نور است، پاک است. من او را به شما می دهم، اما نمیدانم پدرش راضی می شده باشد. بیبی جان، اگر خوندن و نوشتن رو یاد گیرم بر شما هم یاد میدیم. بخیر است مادر؟ کنی بیا پسرم بیا. بین انا این دختر معلمه دهه اوبیکلان است. انا این جوان باشد دکتر است. خوش آمدید. خوش آمدید. بگویید چید؟ اگر شما اجازه دهید پسرتان حسن به مکتب رفته. چه ها میگوید؟ اپا نترسید، ما با شما ضرر نمیرسانیم. تنها میخواهیم که او صاحب علم شود. گوش کنید، من یک کسی بیچارم، قوه جنگ و جدال ندارم. از آدمانی رفته و آمده کم شلاق نخوردم. دیگر چیز در خانه هم نمانده است که دیم. بیهوده خودتان را خسته نکنید. اگر نخواهید که پسرتون مثل شما پریشان و بی‌سواد شود، او را به مکتب فرستید، صاحب علمش کنید. دیگر راه نیست، وگرنه او هم گرفتاری اعصاب می شود. مادام که این طور است، بگذار گپ شما شود. پسرم به شما امانت. تشکر. سلاحداران به همین طرف می آیند. الدار، این سینان است. آنها را خبردار کردن لطفی. مایدش. سینان می آید. بیا زودتر از اینجا می گریزیم. زودتر. بیا زودتر. آها، انا معلمم و دکتر. حرانه. خفا کرده. حرانه. کنی به این طرف.
به این طرف رفتیم. به این طرف بیایید. به این طرف از پسشون شوید. به این طرف دکتر. خیز کمی زودتر. خونه را کوبید دکتر. اوزون کوبید. به ناموس دکتر و معلم رو در کجا پنهان کردی ها؟ من پنهان کردم، از در خفا گریختم. در اینجا چیکار داشتن؟ تو را از کجا میشناسند؟ با من اونا رو نمیشناسم، خودشون به در خونه هم آمدند. گوش کن ابلهی به ناموس، با من دروغ نگوی. نکوش، قربانت شوم، نکوش. اوزون میره. لك هاشم برافو عليك، برافو. اوعى يوقع على الارض، حرام ما بيصير. كل اللي صار فيكن منه، انتو مثل الغنم، تركتوا قضيتكم كلها وصرتوا تسمعوا للقرآن. فعلا انتو خوني، بس انا اللي بدي ربيكن، بدي احرمكن قرايته. ما بقى الا شوي، مو بعيدة. مو بعيدة. بیایید با من بیایید. زینب توقف کن، دستم رو محکم کن. بیا به این طرف. احجاز باش، احجاز کن. به این طرف. اوزون ایستو. نپران. سینو تو رو نمیفهمم، چرا نپرانم؟ به حق سربازان در دهند، به سرمون بلا میاری. به من گوش کن اوزون، از این واقعه ها باید قماندان خبر نشود. اگر شنیدم زبانتون رو میبرم. کنی راه گردید. رفتیم. راه گرد حیوان. من برای شما بازی خوبی تشکیل میکنم، هر دویتون را میکشم. با کارهای انتخابات مشغول بودم، از برفین بیخبر موندم. چی گفتنم رو هم نمیدانم. خدا رحمت کند. تشکر فؤاد. یلماز، احوالت خوب نیست، زود به خونه رفت. نه دلا نمیخواهم. دلو راست میگوید یلماز. بیا همراه میرویم، کمی در خونه صحبت میکنیم، بعد من به ده هم برمیگردم. دلو، مادرم در کجایند؟ نمیدونم، چند وقت باز ندیدم آقای طاهر. مادر جان، شما رو نیافته خواطر شدم. در همین جایم پسرم. چرا در دستی لا گرفته در اینجا نشسته اید؟
در اوغلگان کس هست مگر؟ تو با این کار دخالت نکن. دخالت نکن گفتم. شما چیکار کردید؟ این خوین رو به حامید میسپارم. خاله جان، اگر این طور کنید پدرم امکم رو میکشند. خیلی خوب، من هم همین رو میخواهم. نیست شود. بابا کمک کن دکتر، با خدا میمونم. زینب، امکت رو زودتر به نقطه تیبی بردن لازم. مالش یک طرفی از ازش دور شوید. مادر او زخمی است، خونی زیادی رفته است. اگر معاینه نکنیم اون میمیرد. با آدمی بیرحم من هم رحم ندارم. بگذار میرد. مادر جان، نخواد این گپ رو از شما میشنوم. مگر شما هم مثل او بیرحم شده میتوانید؟ برفینم رفت. خدیجه هم رفت. خونم رو ویران کردن. حالا من نمردم ها؟ نه مکیروفی، حالا نمرده اید. تشکر دکتر. خدا شفا دهد آقای رافی. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. برای چی امک؟ برای چی این کار رو کرده؟ سالهای دراز با این آدمانی بیگناه تهمت کردید. زینب، با امکت فشار نهار. گلی در کجاست؟ ینگه جان، شما چرا در اینجا نشستید؟ چیکار کنم آخه؟ در آمده برای حامد نگاه میکنم. کاری کرده یه فقط برا شرمنده کرد. هر کس برای گناه خودش جواب کرد. کنی با من بیایید. پدرت حالا هم نامده زینب. رود و امکت رو کشته باشد. خواطر نشوید ینگه جان. امکم در نقطه تیبی. در نقطه تیبی؟ عباس دورت خوب است؟ تیر به دستشان رسیده است. طاهر زخم را تازه کرد. عین حال حالتشان خوب است. بیا زودتر به اونجا رویم. یعنی اخم در نقطه تیبی انده خونی بیلالم در راه نمیباند. حامد پدر ایسته. حامد تو کاردار نشد. گفتم تو کاردار نشد. آقای طاهر، اما که حامد میویم. چه؟ زودتر رو محکم کن دیلا. حامد نباینده گلی کوشش دارن پیش راهشان رو گیرن و فکرم اینجا بودن اما که راهی رو میدونن. خدا مرا میکشد دکتر. من باید گلی دارم. تیز راه شو. حامد نکن این کار رو. حامد میگرم. زودتر اما که راهی. و من کاردار نشوید. سردیت مرا گفتم. حامد خانه باید که خوینم. رفتن و من راستش رو گویی. او را پنهان کردی. پنهان نکردم آقای حامد. زخمشون رو بستم و بعد برآمده رفتم. پدر، از مرگ امکم به شما چه فایده میرسد؟ شما برادر هستید. خونی هم دیگر رو نرزانید آقای حامد. از این پس ما برادر نیستیم. قاتل پسرم دشمن جانی من است. یک طرف ایستید.
گریختند. در مرکز چی واقع باشد؟ چی واقع شده باشد؟ هوا خیلی خنک است. کماندان ها تو را جگ میزنند سینان. سلاحم را دار اوزان، با من بیا. کنی یک طرفیست. کنی بیا. به خدمت آمادم قماندان ها. نتیجه انتخابات خوب نبرآمده سینان. این مردم کار نمکند. اگر سلاح را از پیشانشان دور کنیم ما را نصف میکنم. این روی خط دهه های به تشکیلات خیانت کرده است. این دهه ها برای با دشمن همکاری کردنشان باید جزا بینند. این فرمان قرارگاه بزرگ است. اطاعت قماندان. پگاه معلمه آبی کلان چون رمز اعتراض به تشکیلات مکتب را میکشاده است. اگر پگاه سری راهی دکتر و معلمه را نگیری ما سری تو را میگیریم سینا. خواطر نشوید قماندان. پگاه روزی قتل عام می شود. یگان امر دیگری ندارید؟ بدرون برا کنی یک طرفیست. اوزون سلاحم را ده. کنی جمع شوید. کنی همتون جمع شوید. من همین طور جمع شوید. گوش کنید، همتون آماده شوید. پگاه کاری خیلی مهم داریم. سینان ایتن صحت با شدی. فکرم من به تو لازم میشوم. خوب شد که آمدی ایتن، خوب شد که آمدی. بیا به این طرف بیا. پگاه کیها میمورم گفتی؟ دکتر و معلمه. روزی آخرینشان. ایتن روزی آخرین. آفرین به من. آفرین سینا. گذارید در یک صف ایستید. آلدو آن کودکان رو هم در صف را مایلش انا ببین طاهر، از دههای در حسن هم اومد. بیا. خوش آمدید خاله جان. خوش باشی دخترم. شما چرا خودتون رو خسته کرده آمدید؟ آخر پسرتون خودش آورده نمید. آمدن خواست اما من نگذاشتم. میترسم که در راه به یکم بلای دچار میگردد. آخر من به آنها لازم شما هم با دقت باشید. بیا زودتر. آنها را هم گیر آنها را هم گیر. خوش آمدی فواد. خوش باشه طاهر. بیا چرا دیر کردی؟ اینها باشند از دهه ما هستند زینب. آدمانی امک مسلم هر روز کودکان را آورده میبرند. عائله های ثروتمند دهه مصرف تحصیل کمبیزوات ها را به دوش گرفتند. تشکر زیاده کلی ها ببچید زودتر. آزو با من دید. همینجا با من تمام گوش کنید. برای چی به آدمی ما آواز ندادید؟ مایلش شما را بخشیدم. روید و خدا دلم سوخت. کنی آتش. در اینجا چیکار میکنید سینان؟ آخر هدف من معلمه و دکتر است.
نوبت با آنها هم میرسد. کنه زودتر زود باشید. میرویم رفتیم. نه فریاد درسین دیوانه bülbül, ne feryad edersin divane bülbül. Senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, bu dünyada eremezsen murada, huzuru mahşerde anam divana kalsın. Huzuru mahşerde anam divana kalsın. به نقطه‌ای که بیرم و فقط گویی که زودتر سربازان را بزند. شما را فاتحه کرده بعد هر چی زودتر در روزهای نزدیک تویتان را هم میگذرانیم. حضور مگر وقتی همین گپ هست جلماز برفین رانا به خوک سپوریدیم. بله یولماز، حالا بر وقت است. اگر برفین زنده میبود او هم زودتر خانه دار شدن شما رو میخواست. آقای فواد چه شد یوسف؟ زیر دوران به دیه هجوم کردن، همه رو کشتن. آقای مسلمان سربازان کمک میخوان، گفتن که به فواد خبر رسون. مادر جان بیاید شما رو به نقطه تیبی برم، احوالاتون خوب نمی نماید. برای برفینم، برای ختیجم جگرم می سوزد پسرم. هیچ دارویی به من فایده نمی بخشد. طاهر اینان به دهه فواد هجوم کرده است. چی؟ سربازان با آنجا می روند. برای زخمی ها قماندان می خواهد که تو هم بیایی. رفت پسرم. رفتم. آقای فواد با سربازان برام برآمدند. من آنها را میابم. من هم روم آقای طاهر. تو نباید ایرا، آنجا خطرناک است. شما هم اینجا ایستید. کی میداند چی میشود؟ مایلش باید راه های درآمد دیه را نظارت کنیم. من رفت آدمان را خبر میکنم. رفتیم. من تو را نفهمیدم سینان. برای سربازان را از آبی کلان برآوردن اول به چردکلی هجوم کردیم. همینطور آدمانی در چردکلی مونده اما سربازان را به خود جمع میکنند. ما باشیم با آبی کلان هجوم میکنیم. بیایید رفتیم، بیچاره معلم را انتظار نکنیم. امروز روز اولینی درسمان است. بیایید با هم شناس میشویم.
طلبه های پیشینم رو میشناسم، اما در بینمون طلبه های نو نیست هستند. مثلا انا این پسرک زیبا. من هستم از دهه دره. تو از دهه گذشته این نامت چیست؟ بله، نام من آیشه. سربازان آمدن، گریزه ایدر باشه در راه محمود از راه باشه بیتر آوازه بزنید تو دست رو نگاه کن. نترس، من دکترم. ضابط کلان اومدی ها؟ بله. زودتر برگردید. سینام با دهتون را. نه این دام است. زینب ایستا احمد رو با من ده. مرحمت آقای دکتر. چا اینها رو محاصره کن، برای به مکتب رفتنشان مانع شو. بعد به مکتب بیا. کنی زودتر. بزرگ شما با من مانید. تنها دامادهای آقای رافعی را یافته توانستم و خلاص. قوی ما برای محافظت کردن ده نمیرسد. مراد راست میگوید. بیایید به مکتب رویم. زینب و کودکان را محافظت کنیم. مایلش رفتیم. خوینها بیناموزها روی مکتب رو بستند. آخر ما بدام افتادیم. آفرین بچه ها، کن یک نون با من بگوید کلون شوید کی می شوید؟ من کنی تو گپ زن مفید. من مهندس میشم معلم. انا همین خیال تیاره های کلون میسازم. برای چی تیاره ساختن میخواهید؟ معلم شنیدم که تیاره از همه چیز تستر حرکت میکنه. از قطار، از اتوبوس، حتی از اسب ما هم تستر میرفته است. یعنی همه چیز رو میگذارن. بله راست میگی. ها اگر ما هم یک تیاره می داشتیم با جای خواهمون زود رفته می رسیدیم. پدر و مادر کسی در راهی دور باشد با آن سوار شد زود به نزدش می رود. اگر تیاره می داشتم من هم به نزد پدرم می رفتم. پدر در کجاست مفید؟ برای کور به استانبول رفتم. الیف تو کی شدن میخواهی؟ من پیش ما معلمه بشم. من خوندن و نوشتن و یاد بدیم. باز بکی یاد بدهی. و مادرم و اکا. انشاءالله جانکم انشاءالله. معلمه جان نمیتاشم. کنی اینجا بیا. عملك اتركوه.
معلم مرد سینام. آن شوهری دخترت را هم میکشم معلمه جان. دلم نمی شود که شما از هم جدا باشید. آخر این پیرهمیست. ایتین رفتیم راه گردید میرویم. سینا bin sene mahpus yatsam bulurum seni bin sene mahpus yatsam bulurum seni
yandım yandım